با سلام. یکی دیگه از آزمایش‌های غربالگری آزمایش سلفری دی ان است. آزمایش سلفری دی ان یک آزمایش غربالگری با دقت بالا است. اگه میخوای اطلاعات کاملی در مورد انجام این آزمایش داشته باشین، اینکه چرا انجام میشه و در چه زمانی قابل انجام هست، با ما همراه باشید. آزمایش سلفری دی ان آ یک آزمایش غربالگری هست که برای تشخیص سندرم داون تریزومی 13 و 18 و اختلالات کروموزوم جنسی انجام میشه. حالا منشأ سلول‌های سلفری دی ان آ از سلول‌های جفت جنین هست که وارد خون مادر میشه و چون منشأ سلول‌های جفت و جنین از یک زایگوت هست، پس مشکلی ایجاد نمیکنه و در 99 تا 98% موارد جواب صحیح رو به ما اعلام میکنن. در موارد نادری مثل موزاییسم جفتی ممکنه که عدم تطابق بین سلول‌های جفتی و جنینی وجود داشته باشه و ما جواب درست از آزمایش سلفری دی ان آ نخواهیم داشت. سوال که مطرح میشه اینه که آزمایش سلفری دی ان آ بهترین زمان انجامش چه زمانی هست؟ انجام آزمایش سلفری بعد از هفته 10 توصیه میشه و تا آخر حاملگی قابل انجام هست. در مواردی تست سلفری دی ان آ نباید انجام بشه. مورد اول وقتی هست که ما حاملگی دوقلویی داشتیم، یک قل از بین رفته و قل دوم باقی مونده. چون قلی که از بین رفته ممکنه مشکل کروموزومی داشته باشه و اون سلول هایی که اختلال کروموزومی داره وارد بدن مادر شده باشد، در این صورت جواب صحیح رو نخواهیم داشت. مورد دوم وقتی که یک ناهنجاری ساختمانی در سونوگرافی گزارش میشه، در این صورت سلفری دی ان آ انجام نمیشه و بهتره که تست تشخیصی انجام بشه. و در مواردی که مثل انتی بالای 3.5 که در این صورت هم سلفری درخواست نمیشه، آمیوسنتز یا CVS ضرورت خواهد داشت. و مورد چهارم وقتی هست که در دابل تست ما مقدار پاپ ای و فری بتا هاشتیجه اگه کمتر از 0.2 گزارش بشه، در این صورت هم ما احتمال داره که از سلفری دی ان آ جواب قانع کننده نداشته باشیم و بهتره که بررسی های دیگه ای انجام. یک سوال مهم دیگه اینه که آیا در حاملگی های دوقلویی میشه سلفری دی ان آ رو انجام داد؟ بله، قطعا میشه انجام داد و عملکرد خوبی داره، ولی دقتش به اندازه حاملگی های تک‌قلو نیست و دقت تشخیصی کمی پایین تر هست. در بررسی جواب سلفری دی ان آ تو برگه های آزمایش یه عنوانی هست به اسم فتال فرکشن. فتال فرکشن درصدی سلول های جنینی هست که وارد بدن خون مادر میشه و برای اینکه جواب صحیح از سلفری دی ان آ داشته باشیم، مقدار فتال فرکشن ما باید حداقل بین 3 تا 4% باشه. در مواردی که پایین باشه ممکنه جواب درستی از سلفری نداشته باشیم. در مواردی ممکنه فتال فرکشن ما پایین گزارش بشه وقتی هست که زودتر از هفته 10 آزمایش رو درخواست میکنیم، یا مریض انوکساپارین دریافت کرده، یا حاملگی هایی که با IVF اتفاق افتادن، ممکنه که ما فتال فرکشن پایین داشته باشیم. گاهی سوال میشه برای انجام آزمایش سلفری دی ان آ قبلش ما چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ آیا ضروری ناشتا باشیم؟ جواب این سوال اینه که ضرورتی برای ناشتا بودن نیست، ولی دو مورد مهم رو باید دقت داشته باشین. اگر شما آسپرین یا انوکساپارین مصرف میکنین، بهتره که 2 روز قبل از انجام آزمایش انوکساپارین و آسپرین رو قطع
بکنید تا در جواب سلفری DNA اختلال ایجاد نشود. دو نکته مهم دیگه در انجام آزمایش سلفری ضروری هست که اطلاع داشته باشین. اگه خانم حامله قبلا پیوند عضو از یک فرد مذکر دریافت بکنه، ممکنه که جواب سلفری DNA برای تعیین جنسیت جنین اشتباه بشه و ممکنه که جنین دختر ما به عنوان جنین پسر گزارش بشه. نکته مهم دیگه این که اگه خانم باردار ما اخیراً تزریق خون داشته باشه و اگه از یک فرد مذکر خون دریافت کرده باشه، باز ممکنه جواب جنسیت، تعیین جنسیت در سلفری دچار اشکال بشه. بنابراین اگه شما تزریق خون داشته باشید در عین حاملگی، برای انجام آزمایش سلفری DNA حداقل باید 4 هفته از تزریق خون گذشته باشه. همه خانم‌های باردار عزیز باید توجه داشته باشند که آزمایش سلفری یک تست غربالگری هست و تست تشخیصی نیست، چون خیلی از مادران از ما سوال می‌کنند که ما آزمایش سلفری انجام دادیم، مطمئن باشیم که جنین ما سالمه و قطعاً مبتلا به سندروم داون نیست. جواب این سوال اینه که اگر جواب آزمایش شما منفی گزارش شده، این معنیش اینه که جنین شما به احتمال زیاد مبتلا به سندروم داون نیست و اینکه ما 100% بتونیم تشخیص بدیم که جنین شما مبتلا به سندروم داون هست یا نه، با آزمایش سلفری قطعاً امکان پذیر نخواهد بود. اگر جواب آزمایش سلفری DNA مثبت گزارش بشه برای تریزومی ها مثل سندروم داون، برای تایید ضروری هست که تست تشخیصی مثل آمنیوسنتز انجام بدیم. اگر آمنیوسنتز انجام شد و تست جواب آمنیوسنتز ما منفی گزارش شد، یعنی اینکه سندروم داون یا تریزومی های دیگه رد شد، یه نکته مهم دیگه اینجا هست که باید بهش توجه بکنیم، اینه که مادر ما از نظر کنسر نهفته باید بررسی بشه، چون ممکنه یک تومور یا کنسری در معده مادر موجود باشه که این سلول های کنسری که ممکنه از نظر کروموزومی اختلال داشته باشن وارد خون مادر بشه و جواب سلفری DNA ما را به طور کاذب مثبت بکنه. پس در این موارد بهتره که پزشکتون بررسی های بیشتری برای شما انجام بده. در چه مواردی آزمایش سلفری DNA توصیه میشه؟ در مواردی که مادر سن بالای 35 سال داره، اگر فرزند قبلی مبتلا به سندروم داون دارد، اگر غربالگری مرحله اول اینترمدییت گزارش بشه یا اگر در سونوگرافی یک سافت مارکر گزارش بشه، در این موارد ما توصیه میکنیم که آزمایش سلفری DNA انجام بشه. از طرف دیگه چون سلفری DNA یک تست غربالگری هستش، هر مادری برای تست غربالگری خودش میتونه سلفری DNA رو به عنوان تست اولیه انتخاب بکنه و در هر سنی که باشه میتونه این تست رو انجام بده. خب دوستان، در مورد مراقبت‌های بارداری در 3 ماهه اول با هم صحبت کردیم، در مورد غربالگری‌ها بحث کردیم و رسیدیم به 3 ماهه دوم بارداری که از هفته 13 شروع میشه. حالا در 3 ماهه دوم چه کارهایی لازم انجام بدیم و تغییرات هفته به هفته جنین و علائم مادر چی هست، در ویدیوی بعدی توضیح خواهم.